أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عليم حكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اشرح لي صدري. سوره مبارکه فاتحه هست. فاتحه به معنای آغاز. هر چیزی را که آغاز بکنند با هر چیزی اون میشه فاتحه. اون آغاز به وسیله اون آغاز میشه، به وسیله اون شروع میشه. این سوره را سوره فاتحه میگویند چون که آغاز کلام الله مجید، شروع کلام الله مجید به وسیله این سوره هست. اما این سوره نامهای دیگری هم دارد، نامهای زیادی دارد. بعضی از نامهایش نیاز به توضیح دارد. مثلا این سوره را سوره کافیه هم میگویند، وافیه هم میگویند، چون که این سوره کافی هست، کافی و وافی است. سوره شفا هم میگویند، سوره شفا، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که سوره فاتحه شفا هست برای هر مریضی، برای هر داء. سوره شفا میگویند. سوره مسئله یا تعلیم المسئله هم میگویند. تعلیم المسئله به این دلیل که الله عزوجل تعلیم داده در این سوره سوال کردن را، دعا خواستن را، که وقتی که شما میخواهید دعا بکنید و از خدا چیزی بخواهید، اول خدا را حمد و ثنا بگویید، الحمدلله رب العالمین. به همین دلیل مفسرین می نویسند که قبل از الحمدلله رب العالمین قولو مقدر هست. قولو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی ابتدا باید وقتی که میخوایم دعا بکنیم، آداب دعا این هست، تعلیم مسئله و دعا این هست که اول خدا را تعریف کنید، تمجید کنید، حمد و ثنا بگویید، بعداً تعلق و رابطه خودتون را با الله عزوجل اظهار دارید که شما با او چه نسبتی دارید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نسبت عبدیت هست، نسبت بندگی هست. این مقدمه که تمام شد، اهدنا الصراط المستقیم. بعداً دعا بخواهید صراط مستقیم از الله. باز دعا چه بخواهید؟ امثال صراط مستقیم، که اینها از همه دعاها مقدم هست. علی ای حال، این دلیل این که اسم این سوره تعلیم المسئله هست اینه. یکی از نامهای سوره مبارکه فاتحه ام الکتاب هست. یکی دیگر از نامهایش سبع مثانی هست. ام الکتاب چون بیشتر توضیح داره آخر عرض میکنم. یکی دیگر از نامهایش سبع مثانی هست. سبع مثانی در خود قرآن هم آمده، در سوره مبارکه حجر آمده ولقد آتیناک سبعا من المثانی
والقرآن العظیم. حالا این 7 مثانی چرا بهش میگویند؟ به این دلیل میگویند که 7 یعنی 7 آیه هست. در این اختلافی وجود ندارد که 7 آیه هست، اما مصداق 7 آیه، این 7 آیه کجاست؟ در این اختلاف است. امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که 7 آیه، ببینید من بر اساس اینکه امام شافعی 7 آیه می شمارد اینه که بسم الله الرحمن الرحیم این یک آیه، ایشون بسم الله را یک آیه می داند. الحمد لله رب العالمین این 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اهدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. بر اساس شمارشی که ایشون میشمارند 7 آیه هست. اما بر اساس اونچه که احناف و بقیه فقها، چون بقیه فقها هم بسم الله را جزء حمد نمیدانند، معتقدند که بسم الله الرحمن الرحیم آیه از قرآن مجید هست، اما جزء فاتحه نیست، یک آیه مستقل هست. لذا اگر کسی بخوانه بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه هم خوانده علاوه از فاتحه، ولی جزء فاتحه نیست. پس چطور میشمارند؟ 6 تا میشه اینطور. لذا میگویند الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا اینجا 3 تا میشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 تا میشه، اهدنا الصراط المستقیم 5 تا، صراط الذین انعمت علیهم 6 تا، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین 7. پس اختلافی در مصداق 7 هست، ولی اتفاق نظر دارن که این 7 آیه هست. 7 به این خاطر میگم. اما 7 مثانی به معنی تکرار، 7 آیه که تکرار شده. چطور تکرار شده؟ اولا قبل از اینکه تکرار را ثابت بکنیم، آیا این سوره مکی هست یا مدنی هست؟ بعضی میگن مکی هست چون در مکه نازل شده، و اونهایی که میگن مکی هست دلیلشون هم قویه، چون سوره حجر که اونجا ذکر فاتحه آمده، اون سوره مکی است به اتفاق. اونجا الله عزوجل میفرماید که ما به شما 7 مثانی دادیم. خب قبل از اون نازل شده، پس حتما در مکه نازل شده. و بعضی دیگه معتقدند که مدنی هست، در مدینه طیبه نازل شده، چون بعضی از صحابه روایت میکنن که در مدینه نازل شده. لذا مفسرین برای تطبیق این دو نوع روایت ها میگویند که 2 بار نازل شده. مثانی به معنی تکرار، یعنی در نزول تکرار شده. اینقدر این سوره اهمیت دارد که 1 بار در مکه نازل شد، 1 بار در مدینه نازل شد. پس علت مثانی، بعضی که میگویند تکرار، به این معنی که 2 بار نازل شده. این یک قول هست. یک قول دیگه نه، فقط 1 بار در مکه نازل شده. ولی چرا مثانی میگن؟ چون بار بار در نماز تکرار میشه. در رکعت اول هم میخوانید، در رکعت دوم هم میخوانید، در رکعت سوم هم میخوانید، چهارم هم میخوانید، چون قرائتش در نماز تکرار میشه، به این خاطر مثانی میگویند. الله اعلم. پس این علت 7 مثانی هست. اما یکی دیگر از نامهای این سوره ام الکتاب هست یا ام القرآن. اما به معنی اصل، به معنی مغز، به معنی خلاصه کل قرآن مجید هست. خلاصه این کتاب الله هست. خلاصه به چه معنی؟ یعنی تمام مطالبی که در قرآن مجید ذکر شدند در این سوره مبارکه اون مطالب هستند. حالا اون مطالب چطور هستند؟ این نیاز به توضیح دارد. اینجا
دو تا توضیح یا دو تا تشریح خدمت شما عرض می کنم از دو تا از مشایخ و سلف صالح. توضیح اول مال شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله تعالی هست که تفسیر عثمانی را هم بخشش را ایشون نوشتن، تفسیر کابلی معروف است، تفسیر عثمانی. ایشون میفرمایند که وقتی که قرآن مجید را دقیق مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که قرآن مجید مباحثش الان مباحث عمده، مباحث درشت، مباحث اساسی 6 تا هستند. مضامین قرآن و مباحث اساسی قرآن مجید چند تا هستند؟ 6 تا هستند. 1 توحید، 2 رسالت، 3 قیامت، این 3 تا زیاد در قرآن ذکر میشد. 4 احکام، احکام هم در قرآن زیاد هست. 5 احوال کسانی که پذیرفتند، احوال کسانی که پیرو انبیا بودن، متبع انبیا بودن، احوال اونها را الله در قرآن زیاد ذکر کرده. 6 احوال کسانی که نپذیرفتند، کسانی که انکار کردند، نپذیرفتند، احوال اونها هم در قرآن ذکر شده. احوال قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، شما هر روز دیگه میخوانید. پس این 6 تا مطلب بیشتر در قرآن مورد توجهند: توحید، رسالت، قیامت، احکام و احوال کسانی که پذیرفتن و احوال کسانی که نپذیرفتن. حالا نگاه میکنیم این 6 تا مبحث در سوره فاتحه وجود دارند. چنانچه میفهمند از الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا اینجا توحید است، صفات ویژه رب العالمین. مالک یوم الدین در اینجا معاد هست، در اینجا قیامت هست. 2 تا آمد بس، توحید و قیامت. در ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام است. چرا؟ ایاک نعبد، در نعبد اشاره به تمام اقسام و انواع عبادت است. خدایا ما تو را فقط عبادت میکنیم، هر چه عبادته، نماز، حج، زکات، عرض کنم روزه هست، بقیه عبادت های پروردگار یعنی احکام خدا را بجا آوردن، حتی در معاملات، در حدود، در قصاص، در اهدنا الصراط المستقیم هم احکام است. چطور؟ چون که صراط مستقیم تمام احکام شریعت مراد هستند. پس 3 تا ذکر شدن: توحید، قیامت، احکام. صراط الذین انعمت علیهم، اینجا رسالت هست. چطور رسالت هست؟ منعم علیهم کی هستند؟ در رأس منعم علیهم انبیا هستند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. پس رسالت در انعمت علیهم ذکر شده. پس توحید و رسالت و قیامت و احکام آمد. در همین انعمت علیهم اشاره شده به کسانی که تسلیم کردند، انعام خدا بر اونها شد. بعد از انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، عامه مؤمنین. پس پنجمی این هست غیر المغضوب علیهم، اشاره به افرادی هست، احوال کسانی هست که نپذیرفتند، که بر آنها غضب الهی آمد و گمراه شدن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس ایشون میفرمایند که 6 تا مضمون که در قرآن مجید توحید و رسالت و قیامت و احکام و احوال کسانی که پذیرفتند و احوال کسانی که نپذیرفتند در سوره فاتحه خلاصه شده. به این خاطر این ام الکتاب است، یعنی خلاصه تمام کتاب. اما توضیح دیگری که منقول از شیخ ما شیخ حسین علی رحمه الله، اما ایشون نقل می فرماید
از امام ربانی مجدد الفسانی، و امام ربانی نسبت میده این توضیح را به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. این مطلب در تفسیر مواهب الرحمن هم آمده. این توضیح میگوید که قرآن مجید به 4 بخش تقسیم میشه. قرآن مجید به 4 بخش تقسیم، هر بخشش با الحمدلله شروع شده. اول از الحمدلله سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین تا سوره انعام. دوم از سوره انعام الحمدلله الذي خلق السماوات شروع شده تا سوره کهف. سوم از سوره کهف الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب تا سوره سبا، و چهارم از سوره سبا الحمدلله شروع میشه تا قرآن مجید. در هر بخشی یک موضوع ذکر شده. در بخش اول عرض کنم خدمت شما که خالقیت الله عزوجل هست، که خالق فقط الله عزوجل هست. در بخش دوم ربوبیت الله هست، یعنی بعد از اینکه خلق کرده تنها خلق نمیکنه، مربی هم هست، مدیر و مدبر و متصرف هم هست. لذا در بخش دوم تصرف ربوبیت ذکر شده که الله عزوجل رب هست، و در بخش سوم بحث تدبیر و تصرف هم میاد، مدیریت، که غیر از الله هیچ کسی مدبر نیست، متصرف نیست، کارساز نیست، برکات دهنده نیست. اینها در بخش سوم ذکر شده. و در بخش چهارم که از سوره سبا تا آخر قرآن مجید هست، اونجا این بحث است که مالک و مختار و متصرف روز قیامت هم فقط الله است و هیچ شفیع قهری در دربار او وجود ندارد. پس این یک خالقیت هست، دوم ربوبیت هست، سوم تدبیر و تصرف و پادشاهی است، چهارم این که پادشاه روز جزا هم اون هست و در دربار او هیچ شفیع وجود نداره. حالا اینا در سوره فاتحه به این صورت است که الحمدلله در لفظ جلاله الله خالقیت است، چون که مراد از الله وصف مشهور است، یعنی خالق. عامه انسان ها الله را به عنوان خالق میشناسند و هم الله خالق هست، وصف مشهورش آفرینندگی هست، خالقیت هست. پس در لفظ جلاله الله خالقیت هست. و در بخش دوم که ربوبیت است، اون در رب العالمین آمده که رب تمامه، یعنی بعد از پیدا کردن هر چیز را به کمال رساندن، این هم به دست الله است و به غیر از او هیچ کسی رب نیست. و این از سوره انعام بیشتر بیان شده تا سوره کهف. و از سوره کهف بعد از اون این بحث است که تدبیر و تصرف فقط به دست الله است. این در کجا هست؟ این در مالک یوم الدین، یعنی مالک و متصرف و کارساز و برکات دهنده فقط او هست، غیر از او کسی مدبر و متصرف نیست. و ببخشید این در الرحمن الرحیم است، چون رحمان کسی که زیاد بخشاینده باشد، کسی بخشاینده است که پادشاه باشد، اختیار مطلق داشته باشد، مختار کل باشد. لذا این در الرحمن الرحیم بیان شده. و بخش چهارم که گفتیم در روز جزا هم پادشاهی مال او هست و هیچ کسی در دربار او شفیع نیست، این در مالک یوم الدین مذکور است. لذا بر اساس توضیح ایشون این 4 موضوع عمده که در قرآن مجید هستند در سوره فاتحه خلاصه شدند. اما این یک مطلب. اما در رابطه با فضیلت سوره فاتحه بسیار فضائل زیادی آمده
همونطور که ابتدا اشاره کردم رسول الله صلی الله علیه وسلم این سوره را سوره شفا فرموده. قرآن مجید خودش این را سبع من المثانی، یک نعمت بزرگی از جانب الله میداند و رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه با اهمیتش فرمود که نماز درست نمیشه بدون سوره فاتحه. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب یا بأم القرآن. لذا این سوره هست که الله عزوجل به این سوره اهمیت بسیار زیادی داده. اما این سوره که دارای این فضائل هست، دارای این مناقب هست، تو این سوره چی هست؟ حالا ما شاید نتوانیم زیاد تفصیلا بحث بکنیم، اما سعی میکنیم بحث را خلاصه بکنیم. ببینید که در سوره فاتحه چه مواردی هست. اولا الحمدلله رب العالمین. قبل از هر چیز حمد الله ذکر شده. ببینید یکی از نامهای پیامبر ما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم احمد است. احمد یعنی از همه بیشتر تعریف کننده و حمد کننده. اونقدر که ایشون خدا را حمد می کند و تعریف می کند هیچ کسی تعریف نکرده. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم الله عزوجل را به وسیله سوره حمد، یکی از نامهاش هم سوره حمد است چون در ابتدا حمد الله است، به وسیله سوره حمد تعریف می کند. الحمدلله رب العالمین. حالا معنای الحمدلله چیه؟ طلاب عزیز می دونند که این الف لام را عامه علما و بیشتر مفسران، عامه مفسران و صاحبان فنون میگن این الف لام استغراقی است. استغراقی یعنی در برگیرنده تمام حمد و ثنا، همه تعریفات مال الله هستند. اما در این صورت یک سری اشکالاتی وارد میشه که خیلی از تعریفات هستند که خاص برای الله نیستند، چون اینجا هست الحمدلله. کسانی که عربی بلدن میدونه که اللام للاختصاص، اللام للاختصاص معنیش اینه که حمد اختصاص داره به الله، مخصوص خدای عزوجل هست. خب حالا خیلی از تعریفات هستن که میبینیم برای مخلوق هم اون تعریفات هستن. مثلا خود الله عزوجل برای پیغمبرش تعریفات ذکر کرده که این تعریفات مال الله هستند. رؤوف الرحیم نسبت به رسول الله گفته شده بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا سراج منیر، بشیر نذیر، این تعریفات در قرآن آمده برای رسول الله. خب حالا این صفاتی که مربوط به رسول الله هستند در قرآن آمدند، چطور میگن تعریفات اختصاص به الله داره؟ این تعریفات برای رسول الله بیان میشه. حالا اینجا علما پاسخ میدن، جواب میدن، میگن که صفات در مخلوق عارضی هستند اما در الله عزوجل ذاتی هستند. عارضی به چه معنی؟ به این معنی که با موت این صفات پایان مییابند، با فنا شدن این صفات تمام میشند. مثلا حی، زنده بودن، صفت الله هست. امروز صفت من و تو هست، ولی صفت من و تو امروز حی هست، فردا که بمیریم حی نیستیم. پس با فنای ما این صفت از ما گرفته میشه. اما در رابطه با الله هو الحی الذی لا یموت، زنده و جاویدان. بنابراین این جواب همین میدن که صفات در مخلوق عارضی هستند اما در ذات الله عزوجل دائمی و مستقل هستند. خب این نوع قیل و قالها، اشکالات، سوالات هم زیاد هست. مثلا یکی دیگر از اشکالات اینه که خیلی از صفات هستند که لا یلیق بشأنه. اون صفات از نظر ما تعریفند، از نظر ما صفت هستند اما برای الله نمیزیبند.
مثلا یه انسانی را شما تعریف میکنید که ایشون خیلی خوش قیافه هست، قد بلند است، قد خوبی دارد، موهای خیلی خوبی دارد، چشمان درشتی دارد، فلان فلان. این صفاتی که مال مخلوق هستند. حالا صفات خوبم برای الله، اینها اصلا زیبنده نیستن. بس چون این نوع قیل و قال ها زیاد هست، بر اساس این شیخ ما شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید که الف لام استغراقی نیست، تمام صفت ها نه. منظور از این الف لام عهدی هست. منظور از صفت ها صفت هایی که مختص الله عزوجل هستند، برای مخلوق حتی به صورت عارضی و موقتی و مجازی هم اطلاق نمی شود. اون صفات مراد هستند، نه صفات عمومی. تو دنیا صفت زیاده، تو دنیا تعریف زیاده. همه تعریف ها منظور نیستند، همه حمد و ثناها مد نظر نیستند. خیلی از حمد و ثناها هستند هم برای خدا اطلاق میشن هم برای غیر خدا، ولو اینکه اینجا ما توجیه میکنیم. مثلا خدای عزوجل یکی از صفاتش جود هست، دهنده هست، سخاوت در الله عزوجل است. اما در بعضی بندگان خدا هم این صفت را پیدا کرده، اونم جوادند، اونم دست دهنده دارند. بنابراین تا که این قیل و قال ها نباشد، این اشکال ها نباشد، شیخ می فرماید که الف لام را عهد خارجی بدانیم بهتر هست. هر صفت مراد نیست، صفت خاص. اون صفات اختصاص دارن به الله، اونا مد نظر هستند. مثلا صفت کارسازی، خدا کارساز است، فاعلیت. صفت مالک بودن، مختار بودن، متصرف بودن، غیبدان، مافوق الاسباب، حاجت روا، مشکل گشا، از دور و نزدیک سخنان همه را میشنود، احوال همه را میبیند، سمیع و بصیر. حالا این صفات را وقتی که نگاه میکنیم، این صفات مختص الله عزوجل هستند. برای هیچ کسی دیگه این صفات ثابت نیستند، نه برای ملک مقرب و نه برای نبی حتی مرسلی. مثلا از این صفات صفت علم غیب، الله می فرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. حالا خود قرآن این صفت را اختصاص به خدا داده یا نه؟ این صفت مراده. یا صفت نافع ضار، و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. این صفات برای غیر خدا هرگز ثابت نیستند. یا صفت خالقیت، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله هل من خالق غیر الله. بس ببینید، یا وما بكم من نعمت فمن الله. همه این صفات که رزق میده، نعمت میده، مدیر و مدبر هست، متصرف امور هست، عالم الغیب هست، نافع هست، سمیع هست، بصیر است، هر سخنی را، هر حالی را همیشه میشنود، همیشه میبیند. این صفات مراد هستند. به تعبیر دیگه صفات الوهیت. کدوم صفات؟ صفات الوهیت، اون صفاتی که لازمه اله هستند، اون صفاتی که لازمه معبود به حق هستند، اون صفات مد نظر هستند. حالا شیخ چرا این نوع صفات را اختصاص میدهد؟ میفرماید شما هر جا در قرآن الحمدلله رب العالمین هست، خب اینجا نیست، خیلی جاها هست. اونجا ما قبل و ما بعد نگاه بکنید، میبینید همین صفات مذکور هستند. مثلا در سوره
مبارکه انعام هست. فقطع دابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اونجا هست والحمد لله رب العالمین. قبل از این نگاه کنید همه صفات تصرف و تدبیر و اینکه مدبر و متصرف و کارساز فقط خداست، همین صفات قبل از الحمدلله رب العالمین همین صفات بیان شده، بعدا پایان اون الحمدلله رب العالمین هست. یا الله تعالی در سوره نمل می فرماید الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى. قبل از این تذکره حضرت صالح و قومش و تکذیب قوم و اینکه چگونه ایشون توحید را بیان کرد و ایمان چگونه اهل ایمان را نجات داد. انا دمرناهم و قومهم اجمعین و انجینا الذین آمنوا و كانوا یتقون. بعدا تذکره قوم لوط آمد و نجینا و اهله تا که فامطرنا علیهم مطرا. در آخر می آید قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. پس این لفظ این الحمدلله هر جای قرآن آمده ما قبل و ما بعد سیاق و سباقش شما نگاه میکنی همین نوع صفات مختصه الله است. یا در سوره جاثیه شما خواندید، سوره جاثیه که از حوامیم بود، همش رد شرک، رد دیدگاه های مشرکین، صفات پروردگار. آخر فرمود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبریاء في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پس حمد را الله جای میاره که اونجا توحید خالص بیان میفرماید. یا در سوره صافات آخرش هم هست و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قبل از این رد شرک است، رد استمداد از جنات هست که جنات مردم را به شرک میکشند، گمراه میکنند. خلاصه ما قبل و ما بعد الحمد لله رب العالمین در همه کلام الله مجید، در همه قرآن مجید چی هست؟ ما قبل و ما بعدش صفات مختصه الله بیان شده، صفات ویژه الله. بنابراین شیخ می فرماید الحمد لله رب العالمین. هر حمدی مراد نیست، هر تعریفی مد نظر نیست، همون حمد و همون تعریفی که در مخلوق اونها یافته نمی شوند، حصرا در خالق، اختصاص به الله عزوجل دارند. بنابراین بر اساس این تقریر ما میگیم الحمد، تمام تعریفاتی که ویژه الله هستند، مخصوص الله هستند، مثل خالقیت، مالکیت، رازقیت، نافع و ضار، سمیع و بصیر، حاضر و ناظر، عالم الغیب، این تعریفات لله مختص الله هستند، ثابتند خاص برای الله. اللهی که رب العالمین، رب همه عالمیان هست. ببینید گفتیم که مراد از لفظ جلاله الله صفت مشهور است. صفت مشهور چیه؟ خالقیت. بعد از خالقیت چیه؟ ربوبیت است. یعنی خداوند این نیست که مخلوق را خلق کرده و سر بده به حال خود بگذارد، نه. بعد از این که خلقش میکند الله تعالی مخلوق را چون برای بقایش، برای رشد و صلاحش، ترقیش محتاج هست، الله عزوجل تمام زمینهایش را برایش فراهم میکند. رب معنیش چیه؟ رب یعنی هر چیز را به تدریج کم کم به کمال رسانیدن. الله عزوجل وقتی که خالق ماست مربی ما هم هست، هم مربی جسمانی و مادی هست و هم مربی روحانی و معنوی هست. امام نصفی از امام واسطی نقل میفرماید که هو الخالق ابتداءً
والمربی غذاءً والغافر انتهاءً. این الحمدلله رب العالمین معنیش اینه که خداوند خالق است ابتداءً، الحمدلله اینجا هست. والمربی غذاءً یعنی نشو و نما، غذا، همه چیز. این عرض میکنم چطور غذا را او میده. او عرض به خدمت شما که تربیت میکنه از نظر خوراکی، از نظر رشد. والغافر انتهاءً و آخر بنده وقتی که از تربیتش خوب استفاده بکنه، هم از غذای مادیش و هم از غذای معنوی، اون بنده را هم میبخشه. الله عزوجل وقتی که ما را خلق فرموده برای غذای ما در زمان نوزادی غذا میخوردیم، در زمان طفلی غذایی، در زمان بزرگی، همه این غذاها را فراهم کرده. باز غذای معنوی را که فرستادن انبیا هست، کتابها هست، عقل و سمع و بصر هست، اینا همه را هم برای ما فراهم فرموده. خب رب العالمین، رب عالمیان هست. ببینید اولا قبل از عالمین نظام ربوبیت الله عزوجل را خدمت شما مقداری توضیح بدم که چطور رب هست. تمام انسانها را الله تعالی ابتدا پیدا کرده، از طفولیت به پیری میرساند، بعضی ها را در جوانی، بعضی ها را خودش در قرآن فرموده. تمام منازل را الله تعالی انجام میده. انسان یه زمانی ضعیف، باز قوی میشه، دوباره ضعیف میشه، اینا دست الله است. الله میفرماید الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه. اول ضعیف، بعد از ضعیفی قوی میشید، جوان، تنومند، دارای قدرت. بعد از جوانی ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه، دوباره ضعیفی و پیری. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. یا این که انسان را الله تعالی رشد میده، به وسیله چی رشد میده؟ به وسیله غذا. حالا غذا را هم الله پیدا میفرماید. چطور؟ غذا از همون ابتدا که انسان را پیدا میکند، حیوان را پیدا میکند، الله تعالی بهش راه غذا را هم نشان میده. بارها این نکته را عرض کردیم که الله خودش میفرماید که خلق کرده ثم قدر فهدا. بعد از این که انسان را خلق میکند، حتی حیوان را خلق میکند، برایش مقدر کرده روزی را، روزیش را در جایش برایش گذاشته، فهدا او را راهنمایی میکند. مثلا بچه دیگه هیچی بلد نیست ولی خوردن را بلد است. اینکه چگونه سینه مادر را، پستان مادر را بمکد، این مکش را کی بهش یاد داد؟ الله بهش یاد داد. جوجه تازه از تخم میاد بیرون، فوراً به زمین نگاه میکنه، نوک میزنه. از کجا؟ کی بهش یاد داد؟ یا بره و بزغاله وقتی که از شکم مادر متولد میشه، هی به طرف پستان خودش را میکشه، بلند میشه میفته، بلند میشه، آخر میگیره. کی یادش داد؟ فهدا، راهنماییش کرد. این الله هست. هر چیزی را که خلق میکنه برایش قضاش را مقدر میکنه و بعد راهنماییش هم میکنه. ما بعد از این که بزرگ میشیم، الله رزق ما را در چی مقدر کرده؟ برای بعضی زیاد رزق مقدر کرده، برای بعضی کم رزق مقدر کرده. به همون سمت راهنماییش میکنه. یکی را راهنمایی میکنه میره سر فلکه کار میکنه، یکی میره بازار مغازه دار، یکی میره اداره کار میکنه، یکی میره سفر میکنه. یعنی هر کسی را که الله عزوجل هر جا برایش مقدر کرده، همون جا راهنماییش میکنه، همون جا بهش الهام میکنه، برو
او میره و رزقش را برش مقدر کرده. و الله تعالی در قرآن مجید به این صورت میفرماید فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. همین غذا را نگاه کن، از آسمان ما آب را نازل کردیم، زمین را شکافتیم، فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. که این آیات را انشاءالله شما میخوانید، انواع حبوبات، انواع میوه ها، زیتون، انگور، همه متاع لکم ولانعامکم، اینها خوراکی های هم شما هم چارپایان شما. یعنی برای همه این معنی رب است. ربوبیت یعنی این، یعنی مخلوق را درست کرده، انسان درست کرده، حیوان درست کرده، پرنده را درست کرده، برای همش مقدر کرده. الله میفرما خیلی از حیوانات هستن شما هنوز عقل دارید، فهم دارید، درک دارید، توانایی دارید، غذا 1 سالتون را غذا و پول برای 10 سالتون ذخیره میکنید. اما وکأی من دابة لا تحمل رزقها، خیلی از حیوانات هستن که نمیتونن با خودشون رزق را حمل بکنن. الله یرزقها، اما هر جا گرسنه بشه همونجا خدا بهش رزق میده. بعضی از حیوانات هستن خیلی زیاد میخورند، اینا که تو باغ وحشا نگهداری میکنند عاجز میشه از بس به اینها خوراک و گوشت میدند، ولی اون برای چند تا عاجز میشه. اونا تو جنگل الله عزوجل هزاران داره. یه ماهی هست میگویند که روز 200 کیلو ماهی میخوره. ما همیشه شوخی میکنیم به دوستان، میگیم که شما در سال اینقدر ماهی نمیخورید، الله به اون ماهی در 1 روز اینقدر ماهی میده. لذا الله برای هر مخلوقی رزقش را چی کرده؟ مقدر کرده. پس الله تعالی جای دیگر از همین مصادیق ربوبیت میفرماید انا خلقناکم من تراب. من رفته رفته انسان را نشو و نما میده، تربیتش میکنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء. این بعدا میاد ثم نجعلكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. همینطور رفته رفته میرید تا پیر میشید. این معنای ربوبیت است. پس الله عزوجل رب هست، رب انسان ها نه، رب حیوانات هم نه، رب العالمین، رب تمام عالمیان هست. مراد از عالم چی هست؟ عالم میگن اسم آله هست، بعضی میگن عالم مثل خاتم، مثل غالب. حالا اصل کلمه غالب است، ما در فارسی بهش میگم غالب. حالا غالب اصل قالب هست. قالب یعنی ما یقلب به، اون چیزی که چیش میکنند قلبش میکنند، برعکسش میکنند، چپش میکنند. تو یک مثلا غالب شما یا گل میگذارید تا خش درست میشه، یا سیما میذارید تا چی درست میشه، تا بلوکی درست میشه. حالا یقلب به، اون را چپه میکنند، این حالا قالب هست. خاتم یعنی ما یختم به دست هست، مهر وقتی که زده میشه دیگه چپه زده میشه، بعد اونجا راست نوشته میشه. حالا عالم هم ما یعلم به، هر چیزی که به وسیله اون خدا شناخته بشه اون عالم است. چه انسان ها هستند، چه حیوانات، نباتات، اشجار، احجار، سنگ ها، همه جمادات و غیره، همه اینها عالم هستند. تمام بالاخره هر چیزی برای خودش یک عالمی داره. امام نصفی میفرماید والعالم کل ما علم به الخالق، هر آن چیزی که به وسیله اون خالق شناخته میشه، من الاجسام والجواهر والاعراض، چه جسم باشه، چه جواهر باشه، چه اعراض باشه. امروز بسیاری از اعراض هستن که دیده نمیشه. همین هوا، اکسیژنی که ما
استفاده میکنیم، حرارت، برودت، اینا همه کیه که سرد میکنه هوا را، گرمش میکنه؟ اینا تمام وسیله شناخت خالق هستن. او کل موجود سوى الله، یا عامترش بکنیم هر موجود سوى الله عالم هست، لانه علم على وجوده، سمی به لانه علم على وجوده. اون را چرا، اینها را چرا عالم میگویند؟ چون که اینها بر وجود الله دلالت میکنند. پس الله رب همه عالمین هست، فقط من و تو انسان، برای من و تو انسان الله تعالی برنامه ریزی و غذای ما را و رشد ما را نه برنامه نفرموده، فراهم نفرموده، برای همه مخلوقات. اون حشره ای را که الله خلق کرده، اون مورچه ای را که الله در قعر زمین قرار داده، اونجا برای او هم الله تعالی برنامه برای غذایش، برای ما یحتاجش فراهم فرموده. پس الحمدلله تمام تعریفات و ثناهای خاص اختصاص به الله دارد، آن اللهی که رب العالمین، رب همه عالمیان هست. حالا بسیاری از عالم را ما می شناسیم، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم جواهر و اعراض، بسیاری از عالم ها هست که ما نسبت اونها یا هیچ علم نداریم یا علم ما محدود هست. مثلا عالم جنات بسیار علم ما محدود و مختصره، عالم ملائکه، فرشته ها، علاوه از اینها الله بهتر میدوند چه عوالمی هست. پس الحمدلله رب العالمین. اما اینجا خدمت شما عرض کنم که الحمدلله مدعا هست. وقتی که ما به اون معنا کردیم که یعنی این نوع ثناها و تعریفات فقط برای خداست، برای غیر خدا نیست. به چه دلیل؟ دلیل اولش رب العالمین. میتونی بر رب العالمین بنویسه دلیل اول، چون اون رب عالمیان هست. دلیل دومش الرحمن الرحیم و دلیل سومش مالک یوم الدین. اون ذات رحمان هست و رحیم هست. رحمان و رحیم هر دو از ماده رحم مشتقند و مفسرین میگویند مفهوم هر دو مختلف است. بعضی میگویند که در رحمان مبالغه بیشتر است چون کلماتش بیشتر است، زیادت اللفظ تدل على زیادت المعنا، و در رحیم کمتر است. بعضی میگویند که نه، رحمان به اعتبار دنیاست، چون رحمان به اون اطلاق میشه که رحمش، مهربانیش، شفقتش، نعمتش عمومی باشد، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان، بین دوست و دشمن نباشد. اما رحیم به اعتبار آخرت است. در آخرت رحم و مهربانی الله شامل دوستان فقط میشه. به همین دلیل میگن یا رحمان الدنیا. چرا؟ لانه یعم المؤمن والکافر. یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. در دنیا بر همه لطف دارد، هم بر مؤمنان دارد هم بر غیر مؤمنان. به مؤمن هم رزق میده، به کافر و مشرک هم میده. به مؤمن هم اولاد میده، به غیر مؤمن هم اولاد میده. به مؤمن هم شفا و تندرستی میده، به او هم میده. یعنی نعمت ها را اینجا اختصاص برای مؤمنین قرار نداده، اما در آخرت اختصاص است. و یا رحیم الاخره لانه یخص المؤمن. اما ذکر الرحمن الرحیم بعد از صفت رب العالمین، اول رب العالمین آمد، بعد از رب العالمین فرمود الرحمن الرحیم.
این بیانگر این است که بعد از نظام ربوبیت تمام عالم ظهور صفت رحم الله هر جا نمایان است. گویا الله تعالی بر تمام دنیا با این صفت شناخته میشه، مهربان. و اهل همه ادیان به الله عزوجل امیدوارن با توجه به اینکه در این صفات الله معروف است، در این صفات الله مشهور است، چون هر کسی که نیازی دارد نیازش را برآورده می کند. اما صفت رحیم صفتی هست که این صفت همیشه ماندگار است، همیشه پابرجا هست. هیچ وقت این صفت من رحیم معنیش اینه که همیشه رحم او شامل میشه، لذا اون همیشه در صورت میشه که در آخرت باشه، نه؟ چون زندگی آخرت همیشگی هست. مالک یوم الدین، او مالک یوم جزاست. مالک به صاحب گفته میشه، به کسی که مالکیتی دارد و هر چی که دارد، هر کاری که میکند اختیار دارد. شما یه سنگ دارید، یک سنگ خوب دارید، این سنگ را دوست دارید هر جا استفاده بکنید، چه بلانسبت در بیت الخلا او را کار ببرید، دیوار دستشویی را با اون سنگ کار بکنید، یا اون سنگ را اختیار دارید در پذیراییتون استفاده بکنید یا در جای بهتری استفاده بکنید، هر جا. مالک یوم الدین معنیش اینه که او اختیار تام دارد در روز جزا، او مجبور نیست. بسیاری از علما میگویند با این صفت مالک یوم الدین رد بعضی از گروه های گمراه است. بعضی از فرق و گروه ها معتقدند که الله عزوجل اینکه بندگان را به کیفر اعمالشون برساند، الله تعالی مجبور، بر الله واجب است، نمیتونه که غیر این کار را بکند. بعضی این نظر را دارند، اما مالک یوم الدین اینها را چی میکند؟ رد میکنه. نه، الله تعالی مالک است، هر چی که دلش بخواد انجام بده. یا همین عقیده کفاره مسیحیت را شنیدید؟ عقیده کفاره مسیحیت معنیش و توضیحش اینه که مسیحیان معتقدند که الله تعالی در روز قیامت دوست دارد بندگان خودش را ببخشد، دوست دارد اونها را بیامرزد، اما نمیتواند. به همین دلیل که نمیتوانست، خداوند عزوجل فرزند خودش را به شکل انسان یعنی مسیح را به دنیا فرستاد تا مسیح این همه زجر و شکنجه ببیند و آخر پایدار برود، تا اینکه بالاخره جور تمام انسانها را مسیح بکشد، کفاره همه را مسیح بکشد. حالا وقتی که مسیح این تمام جور را کشیده، کفاره گناهان هر کسی که به مسیح معتقد است. به همین خاطر چی میکنن؟ انسانها را گمراه میکنن، فریب میدن، میگن هر کسی که به مسیح ایمان داشته باشد هر چی میکند بکند، چون همین ایمان کفایتش میکنه. اون وقت مسیح خودش کفاره تمام گناهان را به دوش گرفته. لذا بعد از اینکه مسیح به دار آویخته شد، معتقدن دیگه الله الان میتونه هر کسی را که ببخشد. قبلا نمیتونست. این نوع دیدگاه های باطل در فرق مختلف هست. مالک یوم الدین همه اینها را رد میکنه که الله عزوجل مالک و مختار مطلق است در روز جزا، هر چی که دلش بخواهد یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، هر کسی را که میخواد میبخشه، هر کسی را که میخواد عذاب میده. نه او مجبور هست، نه بر او واجب هست، نه بر او لازم هست،
نه چنان شفیعی وجود داره که حتما او خلاف میلش انجام بده، نه، او مختار مطلق است. پس این معنای مالک یوم الدین هست. اما یوم الدین، دین را من قبلا هم توضیح دادم، اما اینجا مجدد توضیح میدم، بعضی از دوستان شاید نبودند. دین به چه معنا هست؟ معانی دین در قرآن مجید به چند معنا آمده. یکی دین به معنی شریعت هست، همین روشی که ما بهش عمل میکنیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین به معنی شریعت، دین به معنی تمام احکام و دستوراتی که ما به اونها عمل میکنیم. دوم، دین به معنای جزا، روز جزا، مثل همین آیه مالک یوم الدین. معنای سوم، حالا سه معنا بکنیم، اون دعا و عبادت را یکی میکنیم اینجا. دین به معنی توحید. دین به معنی چی هست؟ توحید، فقط خدا را عبادت کردن، فقط از خدا خواستن. این دو چیز در توحید، یکی دعا، یکی عبادت. و این ادعا را مطرح بکنم که بیشتر در قرآن به همین معنی آمده. بیشتر در قرآن به معنی چی آمده؟ توحید فی الدعا و توحید فی العبادت. من الان چند تا آیه اشاره میکنم. در سوره مبارکه یوسف وقتی که تبلیغ میکنه زندانی ها را، میگه ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم. دین استوار چیه؟ امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم. یا در سوره مومن شما خواندید فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، ای مخلصین له الدعاء. در سوره زمر هست فاعبد الله مخلصا له الدین، ای مخلصا له العباده. در همون سوره هست الا لله الدین الخالص، الا لله الدین الخالص، ای العبادة الخالصة. لذا اکثر قرآن مجید دین به معنی توحید فی الدعا و توحید فی العبادت می آید. بنابراین این معانی دین هست، مالک یوم الدین. اما روز قیامت را خدای عزوجل چرا برپا کردن؟ فلسفه روز جزا چی است؟ فلسفه روز قیامت چی است؟ اینجا وقتی که ما میخوانیم الله مالک یوم الدین هست، مالک روز جزا است، آیا واقعا نیازی به روز جزا هست؟ ببینید به صورت خلاصه الله عزوجل تمام کائنات را خلق فرمود و بعد از خلق مربی هم هست. در نظام ربوبیت خودش هر چیز را برای خدمت انسان فرستاد، حتی انبیاء را فرستاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد، قرآن آخرین دین. علاوه از اینکه کائنات خورشید و ماه و ستاره ها و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارم برای انسان. لذا انسان را اختصاص برای خودش داد. انسان یک سری وظایفی داره، همه دنیا همه کائنات برای انسان و انسان برای الله. حالا عقل هم میگه باید یه روزی بشه که مشخص بشه که چه گروهی از انسانها سپاسگزار بودن، چه گروهی ناسپاس، چه گروهی به وظیفه خودشان عمل کردن، چه گروهی به وظیفه خودشان عمل نکردن. و اون روز چی هست؟ جزا هست. بنابراین روز جزا باید باشد
و اگر روز جزا نباشد اصلا وجود عالم، وجود این دنیا که الله تعالی خلق کرده بیفایده میشه. بنابراین الله تعالی مالک یوم الدین هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعضی از علما میگویند الفاتحة سر القرآن و سرها هذه الكلمة ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابن کثیر نوشته که سر تمام قرآن فاتحه است و سر فاتحه این جمله است. خیلی جمله زیباست، خیلی شیرین هست. گاهی انسان دوست دارد همش در محضر الله ورد کند ایاک نعبد و ایاک نستعین. حصر است بار اله فقط و فقط تو را عبادت میکنیم، غیر تو را عبادت نمی کنیم. معنی حصر همینه. و فقط از تو استعانت و کمک می طلبیم، غیر از تو از هیچ کسی ما نمی طلبیم، نمی خواهیم. حالا عبادت، عرض به خدمت شما که مفهوم عبادت را شما قبلا خواندید. در مفهوم عبادت دو چیز هست. اولا عبارت علامه ابن قیم را خدمت شما قبلا هم ذکر کردم در مقدمه، الان هم عرض می کنم. العباده عبارة عن الاعتقاد والشعور. عبادت عبارت است از اینکه من و تو اعتقاد و درک داشته باشیم به ان للمعبود سلطة غیبیة. اون معبودی که من عبادتش میکنم اون قدرت و تسلط غیبی دارد، یقدر بها على النفع والضرر. میتونه به من نفع برسانه، میتونه ضرر برسانه. بر اساس اون او را تعریف میکنم، او را ثنا میکنم، جلوی او خم میشم، برای او گوسفند میکشم. فکل ثناء و دعاء و تعظیم یصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عبادت. هر ثنایی، دعایی که با این اعتقاد باشه اون عبادت است. اما در عبادت دو چیز مد نظر است. یکی غایت تذلل، یعنی این از طرف عبد است که نهایت ذلت که انسان خودش را در حضور او نهایت کوچک قرار بدهد، کوچک بشمارد، عملا کوچک قرار بدهد. و دوم غایت تعظیم و اون معبود را از نظر عظمت خیلی بلند و بالا بداند. این دو چیز که باشد، یعنی خودمون را نهایتا کوچک و الله عزوجل را نهایتا برای تعظیم قائل باشیم. تعظیم زمانی میشه که اعتقاد داشته باشیم که اون معبود تصرف غایبانه و قدرت داره، بر نفع و ضرر قادر هست. این در صورتی میشه که معبود دو صفت داشته باشه. قبلا اینا را عرض کردم. در صورتی میشه که معبود دو تا صفت داشته باشه. یکی این که علم غیب داشته باشه، از همه احوال ظاهری و باطنی ما خبر داشته باشه. دوم این که مالک و مختار و متصرف باشه، یعنی همه امور به دست او باشه. حالا ببینید جاهایی که بحث عبادت است، هر جا لا اله الا الله هست یا لا اله الا هو هست، معنیش اینه که دیگه معبودی که لایق عبادت باشه به جز او نیست. قبل از این دوتا معمولا هست، یعنی تصرفات را اختصاص به الله میده و عرض به خدمت شما علم غیب را هم اختصاص به الله میده. سوره مبارکه قصص دو تا آیش را میخوانم، دقت بفرمایید که در این دو آیه چه خصوصیاتی برای الله ذکر شده. همین خصوصیت علمی، خصوصیت قدرت. الله میفرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. رب هر چی که بخواهد خلق میکند و هر چی که اختیار بکند اختیار میکند.
ما کان لهم الخیره. اینجا تصرف را و قدرت را برای خودش اثبات میکند، از غیر خودش نفی میکند. اونایی که شما صدا میزنید ما کان لهم الخیره، اونها هیچ اختیاری ندارن. سبحان الله و تعالی عما یشرکون. پس شما اینهایی را که با خدا شریک میگیرید اینا اختیار ندارن، خدا از این شریکا پاک است. این یک آیه بود. اینجا چیه؟ بیان اختصاص تصرفات. آیه دوم و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. این اختصاص چیه؟ علمی است. رب میداند آنچه که مخفی میکند سینه هایشون و آنچه که علنی میکند. بعد از این دو الله میفرماید و هو الله لا اله الا هو. یعنی وقتی که اختصاص در قدرت و تصرف و اختصاص در علم ثابت شد، حالا میفرماید و هو الله لا اله الا هو. پس این دو تا وصف باید در معبود باشه، کمال قدرت، کمال علم. در سوره مبارکه طه شما قبلا خواندید، دوباره من آیه را فقط تلاوت میکنم، شما دقت بفرمایید این دو نکته را در این آیه. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. این بیان تصرف کامل شد. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى. این بیان علم کامل شد. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. بس ببین معبودیت بعد از اینکه اون دوتا قدرت کامل و علم کامل ثابت بشه، بس این شرط معبود به حق است که دو صفت را حتما داشته باشه: علم غیب، مالک و مختار و متصرف. به این خاطر ایاک نعبد، ما فقط و فقط تو را عبادت میکنیم. حالا یه شبهه‌ای هست که گفتیم در عبادت غایت تذلل است، در عبد و در معبود غایت تعظیم است. در معبود غایت تعظیم است. اما شبهه ایجاد میشه که ما جلوی خیلی از شخصیت ها هم اون شخصیت را در اون عظمت قائلیم، بعضی ها همین اشکالات را میارند که ما مثلا احترام میگذاریم برای پدر، برای شیخ، برای عالم، برای استاد و جلوی او تواضع میکنیم، جلوی او تواضع میکنیم و برای او عظمت قائلیم، بزرگی قائل هستیم، یا برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این آیا تعظیم نیست؟ این احترام نیست؟ ببینید، اولا مراد از این که گفتیم برای او غایت تعظیم قائل باشیم، منظور تعظیمی هست، تعظیم ما فوق الاسباب، که معظم له را اون کسی که برایش تعظیم قائل هستید ما فوق الاسباب غیبدان بدانه انسان، مدیر و مدبر و متصرف بداند. همین دو صفتی که گفتیم، این دو صفت را چرا اینا را اگر برای پدر بداند، برای هر کس بداند، شرک. اینا مال خدا هستند. پس این تعظیم مراد است، تعظیم ما فوق الاسباب. اما بعضی تعظیم های خاص هستند بدون این اعتقاد انسان اگر انجام بده، تعظیم هایی که مخصوص الله عز و جل هستند. برای غیر الله اگر انسان انجام بده، اگر شرک نباشد حرام هست، اگر شرک نباشد حرام هست. مثلا سجده، طواف، رکوع، قسم به روح پدر،
اینا وقتی که بالاخره اگر با اون اعتقاد باشه شرک، بدون اون اعتقاد باشه حرام است. پس این مفهوم عبادت شد. کسی را که عبادت میکنیم این اعتقاد را در او داشته باشیم که غایت تعظیم دارد. چرا؟ چون ما فوق الاسباب هم قدرت کامل دارد، هم علم کامل دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط و فقط از تو کمک می طلبیم. اینجا هم حصره، وقتی که حصر جایز نیست از کسی دیگه کمک بخواهیم. ما حالا مثال های دیگری ذکر نکنم که سوء تفاهم نشه. بالاترین شخصیت چه کسی هست بعد از خدا بزرگ و توی؟ قصه مختصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. استعانت از رسول الله جایز نیست، کمک خواستن از رسول الله در حاجات و مشکلات، ما فوق الاسباب ایشون را حاضر و ناظر دانستن، فریاد زدن از ایشان، حاجت خواستن جایز نیست، درست نیست. بعضی ها شعر میخوانند، شاعر هستند، ولی بعضی وقتا متوجه نیستند که این شعر، این محبت نیست، این کم کم انسان را به شرک میکشه. یا مثلا میگه که یا رسول الله خذ بیدی، یا رسول الله خذ بیدی سهل لنا اشکالنا، شعری هست این قبیل که دست ما را بگیر و مشکلات ما را آسان بگردان. و اینا درست نیست. ایاک نستعین با ایاک نستعین در تضاد است. ایاک نستعین یعنی لا نستعین غیرک. لذا الله تعالی می فرماید وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب فرموده فقط مرا صدا بزنید من اجابت می کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عن عبادتی هم ادعونی را تعبیر کرد عن عبادتی. خواندید شما این آیه را. دعا همون عبادت است. اما اینکه بعضی میگویند خب پس چطور کمک خواستن از غیر خدا در قرآن هم ثابته. سیدنا عیسی فرمود من انصاری الی الله. اینا را گفتم تکرار میکنم ذهن نشین بشه. یا ذوالقرنین گفت فاعینونی بقدرت. یا الله تعالی میفرماید تعاونوا علی البر والتقوى، هم دیگر را کمک کنید. خب هم دیگر را ما باید از هم دیگر کمک بخواهیم. آیا این شرکه؟ اینا اگر شرک باشه پس باید بگوییم که همه مردم، عموم مردم اینا مشکل کشا هستند، حاجت روا هستند، نه تنها اولیاء، همه دوستان، همه رفقا. اون وقت این صفات اختصاصی برای خدا کدوم میماند؟ عرض کنم خدمت شما که جواب تحقیقیش اینه که قبلا هم گفتیم استعانت داریم تا استعانت. یک استعانتی هست استعانت ما فوق اسباب، یعنی بدون اسباب. انسان برای کسی قدرت و تصرفی فوق اسباب فوق العاده قائل باشه، این استعانت فقط از خدا باید خواسته بشه. قدرت فوق العاده، قدرت ما فوق الاسباب مال الله است، مال هیچ کسی دیگه نیست. این اگر از کسی بخواهیم این شرک میشه. اما اگر استعانت ما تحت اسباب باشه، در قالب اسباب، اون چی که در قرآن است در این آیات همینه، این جایزه. از هم دیگه پول بخواهیم، غذا بخواهیم، آب بخواهیم، کمک برای کارهای دیگه بخواهیم، برای دروی نمیدونم کشاورزی من بخواهیم، برای فلان کار بخواهیم، اینها در قالب اسباب. اینها بحث ما اصلا روی اینها نیست. بحث ما اینه که یک شخصیت را، یک فرد را، یک ذات را
انسان حاضر بدانه، ناظر بدانه، غیبدان بدانه، قدرتش را فوق العاده ما فوق الاسباب بدانه، از او کمک بخواد. این شرکه. ایاک نستعین معنیش اینه که در این نوع استمدادها ما فقط و فقط از تو کمک میخواهیم، از کسی دیگه نمیخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، اینجا مسئله هست. تا اینجا مقدمه بود ایاک نعبد و ایاک نستعین، رابطه انسان با الله عز وجل. خدایا فقط تو را عبادت میکنیم و در حاجات و مشکلاتمون فقط از تو مدد میطلبیم، فقط از تو کمک میخواهیم. وقتی میگیم فقط از تو میخواهیم، الان یا فلان مدد، دیگه از خدا نخواستیم. اهدنا الصراط المستقیم حالا دعا است. بار اله ما را راهنمایی بفرما، هدایت بفرما به صراط مستقیم. حالا اولا مفهوم صراط مستقیم، این که از الله ما صراط مستقیم میخواهیم چیه؟ بعضی میگویند که صراط الذین انعمت علیهم این هست. بعضی میگویند که الصراط المستقیم الف لام عهدی هست، یعنی صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین. کدوم صراط مستقیم؟ همین صراط مستقیمی که در گذشته خودمون هم اقرار کردیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار اله ما را بر اون صراط مستقیم هدایت بفرما. کدوم صراط مستقیم؟ همین صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی توحید. این ادعای بدون دلیلی نیست که مراد صراط مستقیم. شاید برای بعضی ها این تعجب آور باشه که هر چیز را به توحید ربط میدهند. آخر صراط مستقیم عین همون توحید است. الله تعالی سخنرانی عیسی را قبلا هم برای شما یادآوری کردم. در قرآن ذکر می فرماید عیسی به پیروانش چه گفت؟ ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. الله فقط رب من است و رب شماست. رب من و رب شما، فاعبدوه، فقط او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم. پس صراط مستقیم چیه؟ توحید فی العبادت است. در سوره یاسین الله عز وجل می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شیطان را عبادت نکنید. عهد من با شما بوده ای بنی آدم. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بازم الله می فرماید شیطان عبادت نکنید. فقط شیطان عبادت نکنید یعنی چه؟ یعنی اون شخصیت هایی که شیطان میگه عبادتشون کنید اونا رو عبادت نکنید. و ان اعبدونی، منو فقط عبادت کنید. هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همینه. پس صراط مستقیم توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. اما عبادت شامل تمام عبادت ها، احکام اسلامی، معاملات، اخلاق، معاشیات، سیاسیات، همه اینها میشه اهدنا الصراط المستقیم. وقتی که ما به الله عز وجل میگیم که ما را به اون صراط مستقیم راهنمایی کن، شامل همه میشه، همه اون چیزی که در قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه انعام هم هست. آیه 10 چیز را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند این 10 چیز را هر کسی بهش عمل بکند من تضمین بهشت را برایشون میکنم. در 3 آیه هستند.
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد از این پنج تا میفرماید ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. باز ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. بعد از این میفرماید ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و در پایان میفرماید وان هذا صراطي مستقیما وان هذا صراطي. حالا صراط مستقیم اینها هستند. در رأس این هم توحید بود. اول چی بود؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بی شیئا. بعد از این مسائلی که مربوط به حقوق العباد بود و بالوالدین احسانا، مسائلی که مربوط به اخلاق و اخلاقیات بود، مسائلی که مربوط به معاملات بود، مسائلی که مربوط به حاکم بود، عدالت بود و عرض کنم که بین مردم عرض به خدمت شما حاکم باید بین مردم عدالت بکند و ظلم نکند، یعنی حکومت، سیاست، همه اینها را میفرماد و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. پس همه اینها صراط مستقیم هستند. تمام عبادات، تمام احکام، تمام معاملات، اخلاق و معاشرت، سیاست، این قول دوم هست که صراط مستقیم بر اینها اطلاق میشه. اما لفظ هدایت که در قرآن کریم می آید به دو مفعول متعدی میشه همیشه. مثلا شما ببینید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا را وقتی که ترکیب بکنیم فاعل اهده انت هست، نه ما را این مفعول اول است، این ضمیر مفعول اول است. الصراط المستقیم مفعول دوم است. اینجا بدون حرف جر آمده، بدون واسطه آمده، بدون حرف جر آمده. گاهی الله عزوجل با واسطه ذکر می فرماید. مثلا می فرماید یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. یهدی خداوند هدایت می فرماید، من یشاء مفعول اولش هست، الى صراط مستقیم مفعول دوم با صله الى آمده. اما بعضی وقتا بدون، مثلا یه جا آمده و هدیناهم الى صراط مستقیم، یه جای دیگه آمده و هدیناهم الصراط المستقیم. متوجه شدید؟ یه جایی هست یهدیک صراطا مستقیما. حالا فرقشون چیه؟ علما میگویند هر جا بدون صله بیاید اونجا هدایت به معنای ایصال الی المطلوب است، و هر جا با صله بیاید هدایت به معنای اراءة الطریق است. یعنی چه؟ اونجا که میفرماید هدیناهم الی صراط مستقیم، ما آنها را هدایت کردیم، یعنی راه را نشان دادیم، چون اینجا با صله الی آمده. اما و هدیناهم الصراط المستقیم، آن دو را ما راهنمایی کردیم، اینجا به معنی ایصال الی المطلوب است، بدون حرف جر آمده. حالا در این آیه سوره فاتحه با حرف جر هست یا بدون حرف جر؟ بدون حرف جر. پس اینجا به معنی چی است؟ ایصال الی المطلوب. اهدنا الصراط المستقیم معنیش این نیست که خدای راه صراط مستقیم را به من نشان بده، صراط مستقیم را که خدا نشان داده. معنیش اینه، معنیش ایصال الی المطلوب است. یعنی ما را در بر صراط مستقیم چه کار بفرما؟ گامزن بفرما که ما به صراط مستقیم قرار بگیریم. هدایت بر دو قسم است، یکی هدایت فطری هست و یکی هدایت کسبی هست. فطری را
انسان هم داره، غیر انسان هم داره. همین که آیه را خواندم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خدای عزوجل هر چیز به مخلوقش داده، برایش مقدر کرده، ثم هدى بعدن او را راهنمایی کرده. یا والذی قدر فهدى. برای انسان، برای حیوان، برای پرنده، برای چرنده، برای همه رزق را مقدر کرده، پس او را راهنمایی کرده. مثل همین هدایت جوجه‌ای که تازه از تخم بیرون میاد بر چی؟ بر دانه خوراک. هدایت نوزاد به طرف شیر مادر، بره و بزغاله و گوساله و همه به طرف پستان مادر. اینها چی هستند؟ هدایت فطری هستند که الله تعالی به همه عنایت فرموده. اما نوع دوم هدایت کسبی هست. اهدنا الصراط المستقیم. هدایت کسبی قبلا خدمت شما توضیح دادم در مقدمه که 4 درجه دارد. 2 درجه از طرف بنده هست، 2 از طرف الله عزوجل است. اولی انابت است، از طرف بنده هست. دومی هدایت است، از سوی الله هست. سومی استقامت است، از سوی بنده هست. چهارمی ربط القلب هست، از طرف الله عزوجل هست. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هر 4 درجه را کسب کرده بودند، چون الله عزوجل می فرماید ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. شما خواندید اولئک هم الراشدون. زیباترین چیز در دل اونا چی بود؟ ایمان. وقتی که انسان به این درجه برسد، این ربط القلب است، یعنی دلش چنان قرص میشه. صحابه را خیلی از صحابه به دست کفار افتادند، به اونها گفته شو برگردید، شما را اینجا اعدام میکنیم، به دار میزنیم. سوگند یاد میکردن که 100 بار به دار بزنید ما از این مسیر بر نمیگردیم. پس اینه که هر 4 درجه را اونها چی کرده بودند؟ کسب کرده بودند. حالا هدایت فطری الله عزوجل به ما داده در اشیاء دیگر. برای هدایت کسبی ما باید اون چیزی که مربوط به ما هست برای اونها باید تلاش بکنیم. انابت که الحمدلله هست، هدایت و راهنمایی خدا کرده، همین قرآن هست ما را راهنمایی فرموده. بعد از این استقامت هست. استقامت معنیش اینه که هر مشکلی میاد، هر مانعی میاد، هر سدی جلوی راه ما قرار میگیره، ما باید استقامت کنیم، از این مسیر یک قدم عقب نشینی نکنیم. برای خوش کردن دیگران، حاکمان، افراد مختلف جامعه، هیچ وقت در مسیر خودمان به انحراف نریم. خیلی هستن برای دل خوش کردن خیلی چیزا رو توجیه میکنند، تعویل میکنند، میخوان بگن راه غلط شما هم درسته. باید انسان بر صراط مستقیم استقامت کند. بعد از اینکه استقامت کند، الله عزوجل ربط القلب عنایت میفرماید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خب پس در اهدنا الصراط المستقیم که شما هر نماز از خدا میخواهید، هر رکعت از خدا میخواهید، کدوم درجه مد نظر است؟ ببینید انابت که هست، آمدید در محضرش صف بستید، هدایت هم نصیب شما شده.
الان بعضی اینو که بگیم این اعتراض وارد نمیشه. بعضی میگویند که آخه انسان هدایت شده که جلوی خدا دست بسته و میگه اهدنا الصراط المستقیم. آیا این تحصیل حاصل نیست؟ یه چیزی قبلا حاصلت شده، هدایت شدی، حال باز به خدا میگه اهدنا الصراط المستقیم. بعضی اونجا این توجیه را میگویند این برای استقامت است، ولی تنها استقامت نیست، 2 درجه آخر است. خدایا ما را بر صراط مستقیم گامزن بفرما، معنیش اینه که هم استقامت عنایت کن، هم ربط القلب بده. ربط القلب به معنی اینکه دلها چنان قرص باشه، چنان الله عزوجل به دلها قوت بده که هیچ نیروی نتوان ما را از این مسیر حق منصرف بکند، برگرداند. بله، لذا الله می فرماید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. الصراط المستقیم مبدل منه است. ما را بر صراط مستقیم گامزن بفرما و هدایت بفرما، یعنی راه کسانی که انعمت علیهم، بر اونها انعام فرمودی. انعمت علیهم ابتدا عرض کردم 4 گروه هستند که الله عزوجل در قرآن اونها را ذکر فرموده. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، یعنی در مسیر اونها ما را قرار بده و به ما در همون مسیر استقامت عنایت بفرما. اما اینجا هست غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عنایت داشته باشید که الله عزوجل دین را تنها برای این امت نفرستاده، برای امتهای گذشته، برای همه امم فرستاده، برای همه انسانها از آدم تا خاتم، برای همه دین را الله عزوجل فرستاده. اما متاسفانه بسیاری راه گمراهی را گرفتند از روی جهل، از روی نادانی. اینها را میگم ضالین. ضالین به کسانی گفته میشه که ندانسته راه گمراهی را بردند، چون که به طرف هدایات الهی توجه نکردند، به طرف کتابهایی که خدای تعالی فرستاد، به طرف تعلیمات انبیاء گذشته اونا زیاد دقت نکردند، تحویل نگرفتند، خوب تحویل نگرفتند، توجه نکردند، لذا راه را کج رفتند. پس راه کج رفتن اینها از یک جهت عمدی نبوده، از یک جهت عمدی بوده. عمدی بوده از این جهت که توجه نکردن به تعلیمات انبیا، اما از این جهت عمدی نبوده که نمیدونست این راهی که ما میریم به ترکستان است، این راه گمراهی است. لذا ضالین به کسانی گفته میشه که اونها از روی بی‌توجهی گمراه شدند. اما بعضی ها بودند که حق را میدانستند، واقعیت را میدانستند ولی ضد کردند، از خود عناد نشان دادند، از روی ضد و عناد قبول نکردند، نپذیرفتند. پس این گروه افراطی هستند. اون گروه اول تفریطی هستند. تفریط یعنی کوتاهی کردن، افراط یعنی از حد گذشتن. حالا اینها همونهایی هستند که حق و حقیقت را، واقعیت را دیدند ولی تشخیص هم دادند ولی قبول نکردند. اینها دیگه خشم خدا بر اینها زیاد است. اینجا ما از خدا میخوایم که خدایا ما را بر صراط مستقیم قرار بده. منظور از صراط مستقیم
صراط و راه کسانی که بر اونها انعام فرمودی از این 4 گروه، نه راه اون کسانی که بر اونها غضب فرمودی، یعنی اونها دیده دانسته راه گمراهی را گرفتند، اینا مغضوب علیهم هستند. خیلی خدا بر اینها عصبانی هست و غضبناک است. ولا الضالین، و نه راه کسانی که از روی بی‌توجهی هم اونها راه گمراهی را بردند، گمراه شدند. حالا در حدیث شریف آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله المغضوب علیهم چه کسانی هستند؟ فرمودند یهود. پرسیدند ضالین چه کسانی هستند؟ فرمودند نصارا. حالا معنیش این نیست که الان مغضوب علیهم غیر از یهود کسی دیگه نیست، یعنی یکی از مصادیق بارز مغضوب علیهم یهودی ها هستند و یکی از مصادیق روشن ضالین نصارا هستند. این نیست که مسلمان نمیتونه مغضوب علیهم باشه، نمیتونه باشه، قرار میگیره در صورتی که حق را بداند. ببین کلی را بنده قبلا عرض کردم، حق را میداند ولی در مسیر حق نمیره، این مغضوب علیهم هست. لذا ما را خدای مثل اونها قرار نده، معنیش این میشه. و الله عزوجل بر یهود در قرآن غضبش را اعلام فرموده و گمراهی نصارا را در قرآن هم بیان فرموده. لذا در قرآن نصارا را ضال فرموده، قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. و در رابطه با یهود هست که ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لذا مورد غضب الله مغضوب علیهم اینها هستند. پس فقط این 2 گروه نیستند، این 2 گروه مصداق هستند، مصداق اولی هستند. ما که وقتی که دعا میکنیم خدایا ما جز اونها نباشیم، بس معلومه که خطر هست. تنها یک یهودی نمیتونه مغضوب علیه باشه، تنها یک مسیحی نمیتونه ضالین باشه. اما همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، ضلالت هم 4 شعبه داره، همونطوری که هدایت 4 شعبه و 4 درجه داره، ضلالت هم 4 درجه داره. اولین درجه ضلالت ریب و شک هست، یعنی هر چیزی را با دیده شک نگریستن. بنده یک تعبیر عامتری میکنم، تعصب، با دیده تعصب نگاه کردن، چون با دیده شک همون دیده تعصب است، نمیخواد از این مسیر آبایی و اجدادی برگردد، لذا با تعصب نگاه میکنه. با دیده شک و با دیده تعصب نگاه کردن. وقتی که انسان کلام خدا را، فرمان خدا را، تعلیم انبیا را با این دیده نگاه بکند، الله عزوجل گمراهش میکنه. این درجه دوم هست. اولی شک و ریب یا تعصب و عناد، دومی ضلالت، گمراهی. وقتی که گمراه شد یک انسانی، حالا خیلی ها هستن که دستورات شرعی را، دستورات قرآن را، تعلیمات توحیدی قرآن را هی با دیده شک نمیخواهند که اون چه که در جاهلیت بر اون بودند که استمداد از غیر خدا، استمداد از پیر و فقیر، نمیخوان اونو از دست بدن. لذا این تعلیمات را با دیده شک نگاه میکنند، با دیده تعصب نگاه میکنند. وقتی که با دیده تعصب نگاه بکنند، الله هدایت نصیبشون نمیکنه، گمراه میمانند، بر همون مذهب خرافی میمانند. پس این دومین چی هست؟ دومین درجه هست که بعد از تعصب و عناد ضلالت، خدا گمراهی میده. بعد از اینکه کسی گمراه بشه، درجه سوم چیه؟ جدال بالباطل است، یعنی با حق و دلائل حق و مسیر حق مبارزه میکنه. اما مبارزه میکنه با چی؟ خودش دلیل نداره،
با باطل، با یک داستان، با یک افسانه، با یک دروغ کهنه و قدیمی. وقتی که جدال بالباطل بکنه، یعنی هی سعی بکنه که حق را و دلائل حق را کنار بزنه، بی اثر بکنه، اون وقت الله عزوجل چهارمین درجه ضلالت که ختم القلب یا مهر جباریت باشه، اون را به دلش میزنه، اون دیگه هدایت نمیشه. مثالش هم شما در سوره مبارکه مومن خواندید. ببینی هر 4 درجه را الله تعالی ذکر فرموده. مومن آل فرعون به همشهریانش، به دوستانش چی گفت؟ ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات. ای قوم من، یوسف نبی قبل از این با بینات آمد، با دلائل و براهین از سوی الله آمد. اما شما چه کار کردید؟ شما چه استقبالی کردید؟ فما زلتم فی شک مما جاءکم به. این اولین درجه ضلالت است. همواره شما در چی قرار گرفتید؟ در شک و عناد از آنچه که یوسف آورده بود. شما با دیده تعصب، با دیده شک نگریستید. حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعدی رسولا. حتی وقتی که ایشون فوت کرد شما گفتید دیگه بعد از این خدا دیگه پیغمبر نمیفرسته، تمام شد و رفت. میدونستید حقه، اما با دیده تعصب. وقتی که تعصب از خود نشان دادید، حق طلبی نشان ندادید، خدا چیکار کرد؟ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. این درجه دوم است. به همین خاطر خدا گمراه میکنه. شما را گمراه کرد دیگه. گمراه میکنه هر انسان مشرک و شک کننده را، متجاوز و مشرک و شک کننده را. این 2 درجه شد. اولی تعصب و شک، دومی عرض به خدمت شما یضل الله ضلالت، سومی جدال بالباطل. الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان اتاهم. کسانی که جدال میکنند در آیات الهی، کسانی که جدال میکنند در آیات الهی بدون دلیل، بغیر سلطان اتاهم، بدون دلیلی که پیششون بیاید. این درجه چندم هست؟ سوم، یعنی جدال بالباطل. اما اینجا یک مطلبی قبلا بر مغضوب علیهم خدمت شما عرض کردم. مغضوب علیهم چه کسانی هستند؟ کسانی که دید دانسته قبول نمی کنند، بر اونها خدا غضب میکنه. اینجا هم خدا ذکر فرموده کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا. یعنی اینهایی که حقیقت را میدانند باز هم جدال بالباطل میکنند، باز هم میخوان با پیغمبر عرض کنم که مبارزه بکنند. خدا دیگه اینها را مورد خشم قرار میده. هم مورد خشم الهی هستند و هم مورد خشم و غضب مؤمنین هستند. خب پس این درجه سوم شد جدال بالباطل. درجه چهارم بعد از اون خدا مهر میزند، مهر جباریت، مهر عدم هدایت. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. به همین دلیل كذلك یعنی لذلك، به همین دلیل خدا مهر میزند بر هر قلب انسان متکبر و متعصب. تکبر و تعصب یک چیز است که نمیخواد دین آبایی اجدادی را ترک بکنه. بر قلب او مهر میزند و هر انسان تندخو و بد اخلاق الله بر او مهر میزند، او را دیگه برای همیشه از هدایت محروم میکند. پس عنایت فرمودید اینها 4 درجه ضلالت هستند. ولا الضالین. پس انسان گمراه میشه با این چیزها. و ما در سوره فاتحه بار بار از الله عزوجل همین میخواهیم که بار اله ما را هدایت بده، یعنی درجه 3 و 4 هدایت را نصیب ما بگردان.
و ما را از مغضوب علیهم و ضالین قرار نده، یعنی این درجات گمراهی را از ما دور بگردان. این شد سوره مبارکه فاتحه، تفسیر و توضیح مختصر سوره مبارکه فاتحه که در این سوره همونطوری که ابتداً عرض کردم تمام آن چیزی که در قرآن هست از عقاید، بالخصوص توحید فی العبادت و توحید فی الدعاء والاستعانت و همچنین احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین و هم راه کسانی که احوال کسانی که خداوند بر اونها انعام فرموده و احوال کسانی که خداوند عزوجل اونها را مورد خشم و غضب قرار داده. خلاصه همه اینها در این سوره آمد. به همین دلیل این سوره را ام الکتاب میگویند